مرکز مطبوعات ستاد بین اداروی تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 12 ایون کشته شدن خورسند مزار و وزای رجبوف دو لیدر غیر رسمی این ولایت را در نتیجه یک عملیات مخصوص تصدیق کرد. ستاد گفت در جریان این عملیات 10 نفر دیگر که آنها را مقامات علاقه های جنایتی مزار و رجبوف نام میبرند دستگیر شدند. ستاد آنها را سرکردگان گروه های متشکل جنایتی شهر خوروغ نام برده و گفت مزاروف خورسند سال تولدش 1972 بر اساس 11 ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و رجبوف زویر سال تولدش 1972 بر اساس 8 ماده کودکس جنایتی عیبدار می شدند، ولی با وجود دعوت‌های با تکرار به بازپرسی حاضر نمی شدند. هنگام چاره‌بینی‌های دستگیرکنی خورسند مزار و زویر رجبوف به طلبات وایدهای تعیینات مخصوص درباره اختیاراً سپردن خود به مقامات حفظ حقوق اطاعت نکرده مقابلت مسلحانه نشان داده، در نتیجه آتش جوابی جنایتکاران بی‌ضرر گردانیده شدند. گفته می شود در اطلاعیه رسمی تصدیق این فرضیه توسط منابع دیگر امکان ندارد، ولی پایگاه پمیر دیلی نیوز خبر داد که در جریان عملیات ویژه در محله اوپده خورسند مزار و وزای رجبوف برای اون که زنده به دست مقامات نافتند خود را با نورینجک ترکانیدند. ستاد میگوید در جریان عملیات روز 12 ایون از جای حادثه مقدار زیاد سلاح یافت و مصادره شده است. تفتیش این اطلاع استاد بین اداروی توسط منابع دیگر امکان ندارد. خورسند مزار و وزای رجبوف لیدرهای غیر رسمی محله تیرچید یا اوپده شهر خوروغ به شمار می رفتند. خورسند مزاروف معروف با لقب چشم کبود قبلا راننده امام نظرف یک فرمانده سابق مخالف این بود. بعد کشته شدن امام نظرف در ماه آگوست سال 2012 روبری افراد او به دست مظافرов گذشت. قبلا ساکنان خوروغ خبر دادند که نیروهای قدرتی محله اوپده را محاصره گرفته تمام راههای به طرف آن را بستند و افراد نقابپوش خانه به خانه گشته خورسند مزاروف زویر رجبوف را جستجو دارند. به گفته ساکنان از جانب اوپده صدای تیرباران هم به گوش می رسید، ولی به سبب بسته بودن راهها دشوار بود معین کرد که آنجا چه میگذرد. یادآور میشویم یک روز قبل دو لیدر دیگر این منطقه منور شنبی و طالب ایانبیکوف را دستگیر کردند. منابع بامداد گفتند که طالب ایانبیکوف و منور شنبیف صبح 11 ایون برای صحبت به مقامات دعوت شده بودند، ولی دیگر برنگشتند. به دنبال ساکنان خوروغ از تیرپرانی‌ها در محله خلیبزاد خبر دادند. ساکنان همچنین خبر دادند که نیروهای الفا و دیگر واحدهای ویژه راههای به طرف این قسمت خوروغ را مسدود کردند. بعدا خبر آمد که مقامات نیوشا گلوبوف یک ساکن محله بزمچ شهر خوروغ را که در بین جوانان نفوذ زیاد داشت نیز دستگیر کردند.